هذا النور شفاء صدور. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران و خواهران عزیز و پدران و مادران مهربان، شخصی که 100 سال مرده بود باز خداوند او را زنده کرد. یا مانند آن شخص عزیر بود که بر دهه گذشت که آن منزل‌ها سقف‌های خود افتاده بود گفت: خدا چگونه اینها را بعد مردنش زنده میکند؟ خداوند او را 100 سال مرده کرد. بعد از آن او را برانگیخت، یعنی به وجود آورده گفت: چقدر دیران کردی؟ گفت: 1 روز دیران کردم یا پاره از روز. گفت: بلکه 100 سال دیران کردی. طعام و آشامیدنی خود را ببین. میخواهیم که تو را برای مردمان نشانه گردانیم. با استخوان‌ها بنگر چگونه آن را جنبش میدهیم. بعد از آن بر آن گوشت میپوشانیم. پس چون این حال برای او واضح شد گفت: میدانم که همان خدا بر همه چیز توانا است. سوره بقره آیت 259. محمد علی صابونی مؤلف تفسیر صفات و تفاسیر ضمن تفسیر آیت مذکور میگوید: روز یک مرد صالح با نام عزیر بالای خرش سوار از نزد دهه بیت المقدس میگذشت. این دهه را پادشاه ظالم بخت و نصر خراب نموده بود. مردمش را به قتل رسانیده بود که سقف و بام‌های خانه اشان به زمین افتاده بود. استخوان‌های مردم پوسیده و خاک شده بودند. عزیر به تعجب خود به خود گفت: خداوند اهل این دهه را دوباره چگونه زنده میکرده باشد؟ البته این تعجب برای بزرگی قدرت خداوند بود که چگونه اینها را دوباره زنده میگرداند. پس خداوند برای قدرت خود را نشان دادن عزیر را میرانید. 100 سال گذشت، سپس عزیر را دوباره زنده گردانید. خداوند بر واسطه فرشته از عزیر پرسید که چند مدت در این حال بودی؟ عزیر گفت: 1 روز یا نیم روز در این حالت بودم. خداوند گفت: ای عزیر، بلکه تو 100 سال مرده بودی. آیا شک داری؟ نگاه کن به طعام و نوشاکی‌هایت دیگرگون نشدند. بعضی مفسران گفتند که همراه عزیر از طعام انگور، انجیر و شربت بود. طعام و نوشاکی‌هایش نپوسیده و ویران نشده بودند. اکنون ببین خرت را چگونه پوسیده است. استخوان‌هایش پاره پاره خاک شده است. خداوند گفت: ای عزیر، من به تو قدرت بزرگی را نشان می‌دهم و تو چون درس و نشانه قدرت خداوند برای دیگران باقی میمانی. سپس خداوند به عزیر گفت: ببین استخوان‌های پوسیده و پریشان خرت را چگونه جمع میکنیم و بعد از آن را گوشت میپوشانیم و او را زنده میگردانیم. چون عزیر به چشمان خود دید که قدرت بزرگی خداوند را، در یک لحظه کوتاه استخوان‌های پوسیده خرش را به هم جمع شده دوباره زنده میشوند. گفت: خدایا، من میدانم که تو به تمام کارها قادر و توانا هستی. دوستان عزیز، خداوند به تمام کارها قادر است. زنده گردانیدن بعد از مردن حق و راست است. آن مردی که با این واقعه روی داد، اگرچه بعضی مفسران نام او را نگرفتند، لیکن اکثر مفسران نام او را عزیر گرفتند. درباره پیغمبری عزیر دانشمندان فکرهای مختلف بیان کردند، لیکن قول اکثریت دانشمندان آن است که مرد مؤمن و صالح بود. بعضی ها بر آن عقیده‌اند که آدمان صالح روحشان دوباره در تن دیگر انسان‌ها باز می‌گردد و روح انسان‌های بد نیست می‌شوند. این عقیده باطل و بی اساس و ضد عقیده اسلامی است. قرآن و سنت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم این عقیده باطل را رد می‌کند. عقیده صحیح اسلامی آن است که خداوند تمام انسان‌ها را دوباره زنده می‌گرداند، سپس به حکم و عدل و فضلش آنها را پاداش و جزا می‌دهد. ملحدان باید بدانند که خداوند قادر است به همه کار. آیا آن آفریدگاری که انسان را از آدم نیستی خلق نمود دوباره آن را زنده گرداندن نمیتواند؟ و او آفرینش خود را فراموش کرده است که برای ما داستان پدید می آورد و می گوید: این استخوان‌های را که پوسیده باشد که زنده می کند؟ بگو همان زنده می کند که آن را بار اول آفرید و او را به هر قسم آفرینش داده است. سوره یاسین آیت 78-79. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.